حکومت تاجیکستان قرار صادر کرد که موافق آن خانواده‌های کم بضاعت در 28 شهر و ناحیه کشور هر 3 ماه 116 سامانی و سال 464 سامانی از دولت کمک اجتماعی عنوانی دریافت خواهند کرد. در این باره قرار شماره 271 حکومت تاجیکستان زیر امضای پرزیدنت امام علی رحمان که همزمان رئیس حکومت است صادر شده است. فیروز یوراکوف سردار شعبه حفظ اجتماعی اهالی وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی تاجیکستان روز 27 می در صحبت با رادیو آزادی گفت پرداخت کمک‌های اجتماعی به خانواده‌های کم بضاعت در 28 شهر و ناحیه از 1 ایول سال 2020 شروع می شود. او گفت شهر نه در قرار حکومت تاجیکستان اوید کمک‌های اجتماعی جوری شده بود. 28 شهر نویا دیگه موندگی بود. یکم ایولی سال 2020 همین 28 شهر نویا در کمک پولی اویدی اویلوی کم بضاعت جوری میشه نصیب بشه. انا که شما میتونید که بخش یا که شعبه اجتماعی هم و مقامات دیگه حکومت دولتی هم شهر شامل کدام نوعیت باشن مراجعت میکنن اویدی اعتراف یعنی کم بضاعتی شموده. عبدالملک قادیروف تحلیلگر تاجیک میگوید که این کمک‌ها خیلی ناچیز هستند و به درد خانواده‌های کم بضاعت نمیخورند. او گفت به درد اونها نمیخورد. البته که این به خاطر آن که همون حاجه باغداری خیستات است، یعنی که شما کمک کرده ما کم دادن آن که ما در موقع مردم میخوریم. قادیروف میگوید به جای آن بهتر میبود حکومت به صاحبکاران خرد و میانه امتیازهای خوب دهد تا که آنها توانند کار خود را رونق دهند. کارشناس میگوید در صورت رواج و رونق یافتن صاحبکاری خرد و میانه جایهای کاری نو افزایش یافته کم بضاعتی کاهش مییابد و فقیران باقی مانده را صاحبکاران خیرخواه دستگیری خواهند کرد.